امروز 14 دی ماه 1403 هست و من دیشب میخواستم کوکتل پنیری درست کنم که متاسفانه با این صحنه مواجه شدم. یه مدت پیش هم سوسیس آلمانی گرفته بودم که توی سوسیس مو و یه چیزایی مثل خون و چربی دیدم که با کارخونه تماس گرفتم و پیگیری کردم. ولی در نهایت به من گفتن سوسیس آلمانی پایین‌ترین نوع کیفیته و این چیزا به خاطر کیفیت پایین محصوله و مو هم مو مرغه که من تصمیم گرفتم کلا دیگه از این برند خرید نکنم. ولی متاسفانه بازم دیشب با چنین صحنه‌ای مواجه شدم و واقعا مردد بودم برای پخش کردن این فیلم‌ها، ولی در نهایت تصمیم گرفتم اطلاع رسانی کنم که واقعیت سوسیس و کالباس چیه، چون خود من تا قبل از این موضوع باور نمی‌کردم این همه مسائلی که راجبشون شنیده بودم که واقعا نباید به هیچ عنوان از این محصولات استفاده کنیم، حتی اگر بهترین برندها باشن، چون به سلامت خودمون و بچه هامون 100% آسیب میزنیم.